ایجاد یک اردوی ملی و منظم اسلامی در افغانستان. آموزش و توانایی‌های این نیروها برابر با معیارهای منطقه است. این اردوی ملی دور از مسائل سیاسی و قومی در افغانستان تشکیل گردیده است و دیدگاه مولا یعقوب مجاهد در مورد اردوی ملی افغانستان. یکی از دستاوردهای فوق‌العاده مهم در 2 سال گذشته همانا ایجاد اردوی ملی مسلکی در افغانستان است. امارت اسلامی افغانستان توانسته است بنیاد یک اردوی قوی و قدرتمند را چنان بگذارد که متکی بر قوانین اسلامی و اراده مردم افغانستان بوده باشد و از اوامر رهبران دولت بدون اینکه ملاحظات سیاسی داشته باشند پیروی نمایند. اردوی ملی افغانستان ممثل اراده دولت اسلامی افغانستان است و در خدمت مردم می باشد. لااقل ادعا کرده می توانیم که چنین اردویی با چنین خصوصیات را هیچ کدام از اردوها در سطح منطقه ندارد که غیر سیاسی باشد و متکی بر اوامر اسلامی و دولت اسلامی و ملت آن باشد. امارت اسلامی افغانستان با وسیله این اردوی ملی اقتدار ملی را در مقابل باغیان و مزدوران بیگانه تمثیل می کند. دولت اسلامی افغانستان تلاش دارد تا اردوی افغانستان را مبدل به یک اردوی توانمند و بی‌نظیر در سطح منطقه بسازد. اردوی مسلکی نیازمند به اصلاحات ساختاری و رسیدگی به امور آموزشی و تعلیمی است. لازم است تا در سطح تجهیزات محاربوی اردوی افغانستان را نیز از این تجهیزات برخوردار بسازند. تمام پیشرفت‌های مثبت فوق ذکر در حال صورت می‌گیرد که افغانستان به نمایندگی از تمام کشورها و جامعه جهانی علیه شبکات متعدد توریستی منطقه و جهان جنگ می کند. بنابراین داشتن یک اردوی نیرومند و مسلکی و تخصصی منابع برای این نیروها را نه تنها در شکست تروریسم در افغانستان کمک می کند بلکه در کاهش سطح تهدیدات تروریست در خارج از افغانستان نیز مؤثر است. اردوی ملی افغانستان صرف تمرکز بر جنگ با شورشیان را ندارد بلکه اردوی آموزش دیده و مجهز خواهد بود که از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان دفاع می کند و در سطح منطقه یک شریک و همکار خوب در بخش امنیت خواهد بود. اعتماد مردم افغانستان را برای حفظ و امنیتشان به دست خواهد آورد. این نیروها تمام آموزش‌های نظامی را در قل اردوهای نظامی فرا گرفتند و آماده رویارویی با دشمنان افغانستان هستند.
این نیروها نه تنها در عرصه‌های نظامی بلکه در عرصه‌های بازسازی افغانستان نیز نقش پررنگ دارند. اردوی ملی افغانستان امروز پله‌های نخست را پیموده است و در حال مبدل شدن از یک نیروی کوچک به یک نیروی قوی در سطح منطقه مبدل می شود. ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی در پیام گفته است که آنها تلاش می کنند تا برای ایجاد یک اردوی مستقل از تمامیت اراضی و حریم افغانستان حفاظت کنند. یعقوب گفته است ما قصد داریم در چوکات وزارت دفاع ملی یک اردوی مستقل و ملی ایجاد کنیم تا با منوال بلند از این سرزمین محافظت کنند. ما کوشش میکنیم اردوی ملی ما را با سطح مختلف مدرن تجهیزات کنیم. اردوی ملی که توانمندی عالی در زمینه هوایی و زمینی داشته باشد. این اعضای کابینه امارت اسلامی به کشورهای منطقه و جهان اطمینان داد که هیچ کسی از قلمرو افغانستان آسیب نخواهد دید. سرپرست وزارت دفاع امارت اسلامی گفته است این اردو را از بودجه ملی تمویل می کنند و نیروهای اردوی ملی سابق را نیز در تشکیلات این اردو جا دادند. در 20 سال گذشته آموزش و پرورش اردوی ملی افغانستان سنگین ترین هزینه های مالی را برداشت، اما به دنبال سقوط افغانستان به دست امارت اسلامی این ارتش از هم پاشید. در حال حاضر بسیاری از اعضای ارتش سابقه در وظایفشان حضور دارند و در خدمت مردم و وطنشان هستند. امارت اسلامی نیز مکانیزم مشخصی برای ایجاد یک اردوی ملی و منظم را روی دست گرفته است.